سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید من. اینجا گیم بالکیو و من مهدیم. آقا امروز اومدم با پارت 4 لیگ قهرمانان اروپا واسهتون. اونم تو کجا؟ توی سانتیاگو برنابئو، بازی رئال مادرید و آرسنال که توی امارات 3-0 باختن به بهترین شکل ممکن. تو پارت سوم گذاشتم و لینکش هم اینجا واسهتون میذارم و حتما بچه‌ها برید نگاه کنید تا از پارت‌های بعد و قبلش هم خبر داشته باشید بچه‌های عزیز. و بریم که بچه‌ها بازی رو شروع کنیم و بدون هیچ معطلی بریم سر وقت ویدیو. و اینکه بچه‌ها حتما کانال رو ساب بکنید، لایک بکنید و بنده رو حمایت بکنید و ممنونم از تمام حمایت‌هایی که تا به الان از بنده کردید. و بدون هیچ معطلی خاصی بریم سر وقت ویدیو. خب بچه‌ها بریم سر وقت ویدیو. بازی که داره توی سانتیاگو برنابئو برگزار میشه و اینکه آرسنال باید از ما امتیاز بگیره وگرنه حذف یا اینی که صعود نکنه خیلی زیاده بچه‌ها. و اینو هم بهتون بگم که آرسنال توی امارات 3-0 به ما باخت که ویدیوشو گذاشتم واسهتون، بازم لینکش اینجا واسهتون میذارم که برید بچه‌ها نگاه کنید. بدون هیچ معطلی بریم که توی سانتیاگو برنابئو که فردا که میشه سه‌شنبه و قراره یه دونه رمونتادا و یه دونه کامبک خوشگل رو توی واقعیت به ارمغان بیاریم و ما اینجا یه دونه انتقام ریز دوباره از آرسنال بگیریم که دفعه بعدم گرفتم ولی این سری هم میگیرم. بریم سر وقت ویدیو و آغاز کنیم این بازی رو. خب بازم طبق معمول آرسنال میخواد اولین تکه رو به ما بزنه. حالا نمیدونم چه جوری ولی من با آلابا اینجوری توپ رو میگیرم. پاس میدم به کی؟ وینی جونیور، امباپه، دوباره وینی جونیور. این هیله احساس کنم میخواد توپ بگیره. وینی جونیور یه گل خوشگل ترتمیز اون سری زد ولی این سری با یه پاس کیراکس تکمیل میکنه کار رو. بی‌ناموس چه پاس مزخرفی میندازی. بزن کاسمیرو زد ضربه‌شو. کاسمیرو برای کی؟ برای امباپه والورده. بابا دریغ از یه استوپ ترتمیز. اشتباهی گفتم. این طرف ببین کی؟ اونجا امباپه رودریگو امباپه. وای یک و دوشون تکمیل نشد. رودریگو مینداخت کار تمام بود. وای امباپه هم که به هیچی نمیگه که به همه چی میگه آره. امباپه مجوستم توپو نگه دارم. امباپه چرا وایساد آقای امباپه؟ بابا تو رو خدا باز شروع نکنه امباپه. من باورم نمیشه شروع نمیزنه. دروازه خالی. امباپه خوب بازی نمیکنه. کیلیان امباپه بزن. امباپه کی؟ مسعود اوزیل. فارواخال ری؟ نه آیه چیز بچه ها اولین تکه رو به ما زد. اوبامیانگ خیلی ترتمیز زد. واقعا داره خوب بازی میکنه اصلا آرسنال. 1-0 به نفع این بی‌ناموسا. اولین تکه رو به بهترین شکل ممکن زد. این طرف یه پاس که رد نشد. یه ضد حال شدیم ما بچه ها. ولی عجب توپی اوبامیانگ بی‌نظیر زد. آلابا یه سان راموس بزن. این طرف ببین وینی جونیور نشد. یا مریم حضرت. داریم ضد حمله میخوریم بچه‌ها. دوستان. بچه‌ها اولین گلمون رو تو لیگ قهرمانان دریافت کردیم از طرف یکی از اوبامیانگ بی‌ناموس دلغک که به بهترین شکل ممکن اولی زد ضربه‌شو.
اینجا حالا ببینیم امباپه بابا به توپ چرا نمیرسید؟ بابا خیلی سرعتش زیاده. ای بابا خدا خیر کنه. دقیقه 33 اینا دارن با مالکیتشون ما رو گاییدن. آها دارم میبینم امباپه رو. امباپه بابا ای بابا. آها وای رفت بابا این اوزیل چی داوید لوئیس داره چیکار میکنه؟ اصلا نمیذاره من رد بشم. خب راموس بزن. راموس وای لنو گرفت. بابا اینا دارن خوب بازی میکنن. نیمه دوم میخوام با پرسایی که انجام میدم شروع کنم. امباپه بابا بگی دیگه اونو. خودم میگه فکرش کجاست. صحنه که لاپایی زد لایی دیگه لاپایی نگاه باید کارو خواب. با یه لحظه حفظ توپ بکنم. من نمیدونم چرا کروس مادر جنده نداد به لوکا مودریچ. آخه لوکا مودریچ تو کون نداری تو بگیری گوه میخوره میری سمت تو که کونشو نداری. انا عصبیم این طرف آلاوا تو رو خدا. امباپه رودریگو تی وای اونجا بابا ببینیم الان چیکار کنم. خب بابا داد باز هم ببینی جونیور. وای کروس داری چی کار میکنی با ما کروس؟ حتی نشد. ای جان نشد. خب نمیگیرم که خطا رو بگیریم. بچه ها یک کاشته میزنم که بره تو گل از این فشار در بیایم. انشالله که میره. انشالله که میره توی دروازه. دیوید آلاوا 1-1 تو سانتیاگو برنابئو به بهترین شکل ممکن. جونم بتیم آدم لذت میبره تو سانتیاگو بازی میکنه. بچه ها عشقم تیم جانم تیم. نگاه چه شیرین زد دیوید آلاوا. جانم به قربانت آلاوا. جانم دیوید آلاوا. اگه بهتر از این میشد بزنه دو تا سوپر گل میدیم تا بعد. بچه ها من اومدم واسه برد واسه کامبک. تیم جون گرفته. دارم میبینم امباپه رو. امباپه بابا خطا نیست چیه؟ آفساید نباشه گله. وای رودریگو چجوری اینو زد به بیرون. وای رودریگو چجوری به نگاه کن. رودریگو اینو زد بیرون. وای رودریگو دهنتو گاییدم. بابا یه دونه بده. اون اول گفته بودم خار گاییده شده. نمیذارم این حرکتو. نمیگیرم خطا بشه که یه سانت تمیز بکنیم و بره تو گل. بچه ها من کرمم گرفت میخوام شوت کنم. تونی کروز وای خوبم زد بنده خدا. خوبم زد دیگه. زاویه خیلی بسته تر از این حرفا بود که بره. شروع کن وقتی نمونده. شروع کن. یه پاس عالی به دیوید آلاوا. امباپه بزن. وای بابا اینتر اینجوری میکنه. دو بازی پشت سرم داره کیری بازی میکنه امباپه. منو چقدر داره هرس میده امباپه. بریم واسه آخرین موقعیت این بازی. ببینیم دیگه یه شوت هم واسه وینیسیوس بشه. وینی جونیور بابا ریدم تو شوتت وینیسیوس.
It's ended in a draw. Draft and graft and everything apart from a winning goal that احمد محسن. و خب بچه ها جدول از این قراره. بنده 10 امتیاز دارم، آرسنال 5 امتیاز. مارسی هم خب میلان رو برد و به بدترین شکل ممکن الان گروهمون به جاهای باریک خواهد کشید، چون من که به هر حال سود میکنم. یعنی الان 2 تا بازی مونده کلا، اون 2 تاشو مساوی کنم بازم سودم قطعیه. ولی این که الان از این 3 تیم یکیش میلان با 3 امتیاز، نمیدونم مارسی با 4 امتیاز یا مثلا آرسنال با 5 امتیاز، این یکم مشکله. و خب بچه‌ها طبق چیزی که دارید میبینید بازی بعدی با مارسیه که خب این بازی‌ها که مونده یعنی مارسی و میلان بیشتر بازی‌هایی که ما اینجوری بازی می‌کنیم خب لذت ببریم. و اگه بچه‌ها در مقابل مارسی سودمون قطعی بشه، در مقابل آخرین تیم که میشه میلان با تیم دوم حضور خواهم داشت و با تیم دوم در مقابل میلان بازی خواهم کرد تا ببینم نتیجه چه خواهد شد. بچه‌ها ممنونم که تا الان به ویدیوی من نگاه کردید، خیلی ممنونم. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما یه کامنت هم واسه من بذارید و دمتون گرم تا الان اینجا بودید. ممنونم از نگاه خوبتون.